But it is important to say, like, okay, what is the smartest way to take the ore and extract the lithium and do so in an environmentally friendly way? And we actually discovered again, looking at a sort of first principles physics standpoint, instead of just the way it's always been done, is we found that we can actually use table salt, sodium chloride, to basically extract the lithium from the ore. And this is nobody's done this before. To the best of my knowledge, nobody's done this. And it's a sort of, all the elements are reusable. It's a very sustainable way of obtaining lithium. And we actually we actually got rights to a lithium clay deposit in Nevada. Over 10,000 acres. Over 10,000 acres. And then the nature of the mining is actually, I think, also very environmentally sensitive, in that we sort of take a chunk of dirt out of the ground, or remove the lithium, and then put the chunk of dirt back where it was. So it will look pretty much the same as before, and it will not look like terrible, and yeah, it'll be nice. Nice. Yeah. به نظر من برای اینکه وارد این صنعت معدن لیتیوم بشیم حتما باید نمایشگاه رو شرکت کنیم. 2 تا نمایشگاه مهم پیش رو داریم. یکیش توی آمریکاست که یه خود رفتنش سخته. از 4 تا 7 تیر توی وگاسه به اسم نمایشگاه فست مارکت. دوباره همین نمایشگاه فست مارکت یوروپیان توی هلند از 26 تا 28 شهریور هستش. مهمترین شرکت هایی که توی استخراج لیتیوم فعالیت میکنن، توی تصویر میبینید 7 تا از مهمترین ها رو یکی از سایت ها بررسی کرده که درآمد ارزش بازارشون بین 5 تا 14 میلیارد دلاره. مهمترینشون آلبر مارله و اسکیوم که البته یه دونه گانفنگ چینی هستش که اونم حدود 10 میلیارد دلار ارزش بازار داره. خب حتما باید بدونیم بهترین شرکت هایی که توی این عرصه دارن فعالیت میکنن، مخصوصا برای وقتی که بخوایم نمایشگاه شرکت بکنیم. حالا تو ادامه هم من یه سری توضیحات فنی راجع به استخراج لیتیوم و ساخت باتری لیتیوم میدم که اصلا بدونیم میخوایم وارد چه بازاری بشیم. لیتیوم ماده‌ای که به عنوان طلای سفید شناخته میشه. ماده کلیدی در تولید وسایل روزمره مثل لپتاپ، گوشی موبایل و حتی دارو. این روزا مقدار زیادی از لیتیوم برای تولید انرژی خورشیدی و بادی استفاده میشه، اما بیشتر برای تولید باتری‌های لیتیومی ماشین‌های برقی مصرف میشن. مثلا فقط یکی از ماشین‌های تسلا 12 کیلوگرم لیتیوم تو باتریش داره. این خودروها برای این تولید میشن که آلایندگی رو تا سال 2040 به 0 برسونن. حالا این سوال پیش میاد که آیا لیتیوم کافی برای تجهیز کردن این خودروها وجود داره؟ اول بریم سراغ باتری لیتیوم. تو باتری لیتیوم 3 تا نوار بلند هست. یکی آلومینیوم که روش لیتیوم کربنات مالیدن، یکی ورق عایق و یکی دیگه هم ورق نازک مس که روش گرافیت مالیدن. بریم ببینیم باتری لیتیوم چجوری ساخته میشه. من تو چین رفتم یه کارخونه باتری سازی و تونستم از بخشای مختلفش فیلم بگیرم. اینجا لیتیوم رو با یه سری مواد افزودنی ترکیب میکنن. حالا باید کاتود و آنود رو بسازن. برای ساختن کاتود گرافیت رو روی رول مس و برای ساختن آنود لیتیوم کربنات رو روی رول آلومینیوم میریختن و تو کوره هایی که طولشون شاید بیشتر از 20 متر بود خوش میکردن. تو مرحله بعد رول های مس و آلومینیوم رو جداگانه زیر این دستگاه پرس میکردن تا ضخامتش به ضخامت دلخواهشون برسه. اینجا رولای مس و آلومینیوم رو برش میزدن و رولای دیگه‌ای با عرض کمتر درست میکردن. حالا تو این مرحله اون رولا رو می آوردن و روش به فاصله های معینی یه سری پین جوش می دادن. حالا که آنود و کاتود رو آماده کردن، رول آلومینیوم با لیتیوم کربنات که آنود هست و رول مس با گرافیت که کاتود هست رو روی هم قرار می دادن
و یه لایه پلاستیکی هم بینشون قرار می گرفت و پیچیده می شد. بعدش هم بریده می شد و باتری لیتیوم درست شده بود. حالا تو این مرحله رولایی که پیچیده بودن رو همو زیر دستگاه پرس میکنن. اینجا هم دارن اون باتری آماده شده رو توی یه سری کاور قرار میدن. اینجا مایع الکترولیت داخل این کاورها تزریق میشه و درشون پرس میشه. حالا تو سایزهای مختلف، دستگاه‌های مختلف. اینجا یه تست اولیه انجام میشه و بعدش هم باتری ها میره برای اینکه شارژ بشه. بعد اینکه شارژ شدن اینجا تست نهایی انجام میشه و بسته بندی میشه و مارک روش میخوره و میره برای بازار. استخراج لیتیوم اونم طوری که به صرفه باشه چالش بزرگیه. دو مدل معدن لیتیوم داریم. یکی شورابه ها که بهش میگن براین و یکی دیگه سنگ معدن که بهش میگن اور. برای استخراج لیتیوم دو مسئله اصلی وجود داره. یکی هزینه، یکی زمان. اولین معدن لیتیوم سال 1880 ساخته شد. تو اون زمان از لیتیوم برای ساختن شیشه و سرامیک استفاده میکردن. تو قرن 20 متوجه شدن که لیتیوم به عنوان ماده‌ای برای تولید باتری میتونه استفاده بشه. باتری لیتیوم یونی از شرکت سونی معروف شد. برای اولین بار توی دوربین فیلمبرداری ازش استفاده کرده بودن. آژانس بین‌المللی انرژی باور داره که تا سال 2025 اگر معادن لیتیوم بیشتر نشن با کمبود لیتیوم مواجه میشیم. این آژانس اعلام کرده که تا سال 2050 میزان لیتیوم به دست آمده باید 20 برابر بیشتر از رقم فعلی باشه. آمارا نشون میدن تا به حال 26 معدن لیتیوم فعال سراسر جهان کشف شده. ولی با این حال طبق گفته آژانس به 400 معدن جدید لیتیوم، گرافیت، نیکل و کوبالت نیازه برای اینکه کمبود تا سال 2035 جبران بشه. معادن اصلی اور یا همون سنگ معدن توی استرالیا، کانادا، برزیل هست و معادن اصلی شورابه ها یا براین توی شیلی، بولیوی و آرژانتین هست. استخراج از شورابه ها حدود 2 سال زمان لازم داره و 150 تا 300 میلیون دلار سرمایه. و همین کار یعنی استخراج از سنگ معدن یا اور حدود 3 تا 4 سال زمان لازم داره و شاید تا 1 میلیارد دلار سرمایه لازم داشته باشه. البته این اعداد خیلی دقیق نیستن و باید مطالعه بیشتری روشون انجام بشه. چطور لیتیوم رو از شورابه ها جدا بکنیم؟ برای استخراج لیتیوم از شورابه ها باید این رو بدونیم که یک سری آب نمک زیر زمین قرار دارن که درونشون لیتیوم هست. اون آب نمک رو باید به سطح زمین
پمپ بکنیم و زیر آفتاب کاری بکنیم که غلظتشون بالا بره. برای اینکه غلظت آب نمک رو بالا ببرن، حوضچه‌های آب نمک درست میکنن تا زیر آفتاب غلظت آب نمک بالا بره. بعد اون آب نمک غلیظ رو میفرستن توی یک سری تصفیه های مختلف تا لیتیوم رو جداسازی بکنن. توی این فرایند لیتیوم هیدروکسید، لیتیوم کلورید و لیتیوم کربنات به دست میاد. از معایب این کار اینه که سفره‌های زیرزمینی آب خالی میشه و همچنین 500 گالون آب نیازه که 1 تن لیتیوم تولید بشه. استخراج از شورابه ها باعث خشکسالی میشه و این مسئله باعث اعتراضات زیادی شده. مخصوصا از سال 2000 به بعد مردم اعتراض زیادی به این نوع استخراج انجام دادن. حالا میخوام راجع به معادن لیتیوم توی نوادا صحبت کنم. چیزی که من میتونم به شما بگم و توی تصویر میبینید، لیتیوم موجود در نوادا به صورت سخت، خشک و سنگ مانند است، اما به راحتی پودر میشه. به نظر خیلی شبیه به معادن همدانه. قسمت غربی آمریکا مثل نوادا پر از لیتیوم رسیه. هیچ آماری از معدن‌های در حال استخراج نوادا وجود نداره، اما تعدادی از اونا در حال بهره برداری هستند. اگه اونا بتونن لیتیوم رو به صورت اقتصادی از معادن لیتیوم رسی استخراج کنن، آمریکا دیگه هیچ احتیاجی به وارد کردن لیتیوم نداره. حالا بیاین کاری که تسلا میخواد برای استخراج لیتیوم انجام بده رو بررسی بکنیم. ویژگی مهمی که باتری‌های تسلا دارن اینه که دوستدار محیط زیستن و نمکی که دارای سدیم کلریده همه قابل استفاده دوباره است. همه لیتیوم‌های معدنی خاصیت شیمیایی یکسانی ندارن. حتی در یک معدن میتونه تعداد مختلفی از انواع لیتیوم با خاصیت‌های شیمیایی متفاوت وجود داشته باشه. لیتیومی که در معادن لیتیوم شنی وجود داره در 2 قسمت نگهداری میشن، در لایه بیرونی و یا در لایه درونی. لیتیومی که در لایه بیرونی قرار داره سخت‌تر از لایه درونی استخراج میشه چون حالت کریستالی داره و لیتیوم درونی بسیار راحت‌تر از لایه بیرونی استخراج میشه. لایه بیرونی از موادی مانند لیتیوم، منیزیم، آلومینیوم، سیلیکون و اکسیژن تشکیل شده. لایه درونی هم از یون‌های مثبت منیزیم و لیتیوم تشکیل شده. این نمودار نشون دهنده ابزار و موادی است که برای استخراج لیتیوم نیاز داریم. رنگ قرمز نشون دهنده کاری که انجام میشه و قسمت توسی وسایل مورد نیاز برای اون کار هست. اولین قدم برای به دست آوردن لیتیوم استخراج آن است. این کار با استفاده از ماشین‌های حفاری و کامیون کمپرسی انجام میشه. قدم بعدی خرد کردن و به قطعات کوچیک تقسیم کردن لیتیوم های رسیه که این کار باعث میشه راحت تر اونا رو جابجا کنیم و برای قدم های بعدی آماده باشن. قدم سوم جداسازیه که این مرحله به دلخواه انجام میشه. در همه موادی که استخراج میشن یک سری مواد با ارزش به علاوه کلوخ سنگ و دورریختنی‌هایی هستن. معمولاً مواد با ارزش قابلیت حل شدن و اندازه ریزتری نسبت به بقیه مواد دارن. قدم بعدی شیکوندن کریستال لیتیومه. این فرایند توسط گرما و یا اسید انجام میشه. یعنی با اضافه کردن اسید و یا گرم کردن مواد لیتیوم آزاد میشه. تسلا گفته که از روش بدون اسید استفاده میکنه. تو روش بدون اسید رس و نمک تمامو با هم قاطی میکنن و در دمای بالای 1000 درجه قرار میدن. این اتفاق باعث میشه که لیتیوم از مواد جدا بشه. نمک تمام که قیمتش خیلی ارزونه و خوشبختانه مصرف انرژی و گرم کردن چون با گاز انجام میشه توی ایران هزینه زیادی نخواهد داشت. حالا باید آبو به لیتیوم اضافه کنن. این کار رو با 2 روش انجام میدن، یا در یک سری مخازن پلاستیکی آب و لیتیوم رو با هم مخلوط میکنن، یا اینکه لیتیوم رو روی یه سری پلاستیک پهن میکنن و آب رو روش اسپری میکنن. برای اینکه آب کمتری هدر بره تسلا از روشی استفاده میکنه که آب و لیتیوم رو در مخازن پلاستیکی با هم حل میکنن.
تو این قسمت یه محلول آب گل‌آلود داریم که احتمالاً با استفاده از روش ته‌نشینی، فیلتر کردن و میکروفیلترها و همچنین سانتریفیوژ کردن استفاده میشه تا لیتیوم رو از رس جدا بکنن. تو بعضی مقاله ها هم نوشته شده که از آلوم استفاده میکنن، از آلومینیوم سولفات که به نام مستعار آلوم معروفه. آلوم رو معمولا ادارات آب و فاضلاب هم برای تصفیه آب استفاده میکنن که به محلول آب اضافه میکنن و مواد سنگین ته‌نشین میشن و آب و لیتیوم رو قرار میگیرن. در نهایت چیزی که برای ما باقی میمونه لیتیوم مایع رقیق شده به همراه نمکه. این آب نمک به تانکر دیگه انتقال پیدا میکنه که مرحله بعدی استخراج رو بگذرونه. حالا برای جداسازی لیتیوم دو روش داریم. یکی روش جداسازی مستقیم از محلول و دیگری روش شیمیایی. به روشی که لیتیوم رو به صورت مستقیم از آب جدا میکنه DLE گفته میشه. DLE به این صورتی که لیتیوم کلرید رو رونشین میکنه و چیزی که باقی میمونه محلول منیزیم کلرید و سدیم کلریده. لیتیومی که باقی مونده رو به یه قسمت دیگه هدایت میکنن و در اون قسمت با سدیم کربنات مخلوطش میکنن و سدیم کربنات و لیتیوم کلرید وقتی با هم واکنش نشون میدن محصول نهایی و مهم ما رو که لیتیوم کربنات باشه به همون میدن. آب باقی مونده هم دوباره به چرخه تولید برمیگرده تا تو این مراحل دوباره استفاده بشه و هدر نره. حالا اگه لیتیوم رو بخوایم از لایه درونی استخراج کنیم باید چی کار کنیم؟ تو این حالت استخراج از معدن، خورد کردن و جداسازی ماده ها رو داریم، ولی مرحله تغییر و بالا بردن دما تا 1000 درجه رو رد میکنیم، چون دیگه کریستالی وجود نداره که بخوایم اون رو بشکنیم و دوباره همه اون مراحلی که قبلا توضیح دادیم رو انجام میدیم. نوام یه شرکت اکتشاف و توسعه جوانه که توی کاناداست. این شرکت تمرکزش رو گذاشته روی تولید لیتیوم توی نوادا. اینجوری که ادعا شده اونا روشایی رو به دست آوردن که تا 95% از لیتیوم رو میتونن استخراج کنن. اگر یه همچین چیزی واقعیت داشته باشه آمریکا دیگه نیازی به وارد کردن لیتیوم به هیچ وجه نداره. تو روشی که اونا هنوز اعلام نکردن به صورت واضح که به چه شکلی میخوان این کار رو انجام بدن، ولی آب و لیتیوم رو و نمک رو با هم دیگه میجوشونن و دیگه نیازی به دمای 1000 درجه نیست. ممنون از توجهتون. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه.